الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. برادران عزیز و گرامی، خدای مهربان اخلاص های ما و شما را، محبت های ما و شما را به دین خدا زیاد بگرداند و الله مهربان از محبت ذات خودش، از محبت حبیبش، از محبت دینش همیشه ما را برخوردار بگرداند و خدای مهربان برای ما توفیق عطا کند که تا از بندگی الله مهربان اجرا کرده توانیم. از الله مهربان خواهان او هستیم که خدای مهربان برای ما چنان توفیق تید، چنان عمر نصیب گردان که همراه خودمان یک دست آویزی و خانه قبر برده توانیم. خدای مهربان دعای ما همین است که محبت پیامبرت، محبت اصحاب او، محبت آن کسانی که محبت تو را داشتند، خدایا در دلهای ما به همیشگی نگه بدار. الله مهربان تمام برادرانی که از ما در غربت هستند، در غریبی هستند، خدایا کاراشون در برار و برکت ده. خدایا همه مشکلات ها و سختی ها را بالای سرشون دور بگردان. خدایا این تاجیکستان عزیز ما را، این تاجیکستان محبوب ما را خدایا آباد بگردان، زیباش بگردان. خدایا چقدر امکانات و شرایط های خوبه برای این دیار ما، برای این ملت ما الله مهربان نصیب بگردان. امروزها که در آبادی، در پیشرفت این ملک ما از کمک ها و از دست یاری بسیاری بندگان دیده می شود، خداوند همگانشون در پناه رحمت و عصمت نگهبان باش. محبت هامون، میل هامون، اخلاص هامون خدای به سوی دینت زیاد بگردان. برادران عزیز و گرامی، من در یک دقیقه های اندک یک صحنه را، یک نشستی را که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه اصحابش داشت، علال خصوص همراه چهاریارش داشت که با آنها چه یک صحبت با لذت، چه یک صحبت زیبایی را انجام داد که خدای مهربان رحمت کند ابن حجر عسقلانی را که این شخصیت بسیار شخصیت معروف و مشهور در عالم اسلام، که این حضرت اصلا علی ابن محمد است، با جناب ابن حجر عسقلانی معروف و مشهور هست که این گویم جای تولدشمون عسقلان هست که این بنده خوبی خدا پیروی از مذهب امام شافعی دارد و بسیار عنوانهای بزرگم دارد. این مردک محدث هست، این آدم عالم است، حتی عنوان شیخ الاسلام دارد، حافظ، امیر المؤمنین در حدیث، مفسر است، مؤرخ است، فقیه است. این ابن حجر عسقلانی است. برادران عزیز و گرامی، کتاب‌های خیلی زیادی، حتی جلال الدین سیوطی میگه عدد کتاب‌های نوشته جناب ابن حجر عسقلانی تا 200 و حتی تا 270 هم میرسد که کتاب‌های مشهور ایشان یکی از اونها فتح الباری است که این شرح صحیح بخاری است، همچون بلوغ المرام، همچون لسان المیزان، تهذیب و تهذیب که اینها از کتاب‌های مشهور جناب ابن حجر عسقلانی هستند. اینجا همین
حضرت یک مسئله را، یک همون مصاحبه را بگیم، یک نشستی را که با ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حتی اینجا ده حتی جناب ابیذر غفاری هم میگه شرکت داشت، یک صحبت بین خود داشتن که حتی در این صحبت برادرای عزیز اینقدر صحبت با لذتی بود که جناب ابن حجر اسقلانی میگه حتی جبرائیل هم آمد شریک شد و حتی بعد جبرائیل آن چیزی را که از خودم ابراز کرد حتی با از نزد خدای مهربانم برای این محفل گویم بسیار یک مصلحت زیبای دیگری را آورد. یعنی گویم این بسیار شنیدنی است. برادر عزیز خوب گوش کنین، بنده خدا اینها را جمع کرده است تا ما از اینها بهره برداریم، گوش اندازیم تا به اینها پایبند شیم و میل و محبت با به دین خدا زیاد شود. این چی محفل باشد که حتی جبرائیل هم آمده در این محفل یا در این مصاحبه آمده اشتراک کرده. برادرای عزیز آورده است ابن حجر اسقلانی که پیامبر نازنینمان گفته بود است حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب و النساء و جعلت قرة عین فی الصلاة. ابن حجر اسقلانی گفتن پیامبر نازنین گفتن که در بین اما اصحابش، در بین نفرهایی که من قبلا گفتن میدانین که من از همین دنیای شما، یعنی حضرت هیچگاه به این دنیا میل نداشتن، هیچگاه در این دنیا گویم برادرای عزیز دل داده نبودن. بین حتی از سخنش که من دنیا کن، از دنیای شما، زیرا الله مهربان گفته بودش وللآخرة خیر لک من الاولی، ای محمد صلی الله علیه و سلم آخرت برای تو از این دنیا بهتر است. از این لحاظ میگه من از این دنیای شما سه چیز را دوست میدارم. برادرای عزیز وقتی پیامبر نازنین چیزی را که دوست داشت، دوست داشتن اونم به ذمه ما و شما ضرور هست که ما هم باید دوست داریم. یکم چی گفتن؟ الطیب، دوست میدارم که امت من بوی خوش کند. برادرای عزیز امت من بوی خوش داشته باشد، یعنی از خوشبوی ها استفاده کند. امت من گویم خوازن باشد، خوامرد باشد، چقدر آلوفته باشد، چقدر تازه باشد، چه در لباس پوشیش، بینید، چه در خانداریش، چه در مثال خوراکخوریش، در هر کاری که نباشد پیامبر گرامی میگه دوست میدارم که امت من چی باشد؟ امت من تازه باشد، آلوفته باشد، خوشبوی باشد. برادرای عزیز میگه بسیاری اصحاب پیامبر وقتی در کوچه می برآمدن، یکی بوی خوش که به مشامشان میزد میگفت از همین کوچه پیامبر گذر کرده است، که حتی بوی خوشش کوچه را برادر عزیز فرا میگرفت. و همچنان بسیار حضرت آدمی آلوفته بودن، خودش بسیار انسانی تازه بودن. برای همین بود که میگفت ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیباها را دوست میداره. ان الله نظیف یحب النظاف، خدا پاکا را دوست میداره. چقدر شما تازه باشین، چقدر آلوفته باشین، چقدر شما در خداتون اهمیت بدین. همه این معنای همین را دارد که پیامبرمان از ما همین عمل دوست میدارد که ما باید تازه باشیم، ما باید پاکیزه باشیم. این یکی از چیزهایی بود که حضرت گفت من دوست میدارم که خوشبوی باشم و همچنان امت من خوشبوی باشن. برای همین است که هر هفته بین حبیب خدا میگه باید حتما شما در هفته مقصد شما باید یک بار یا دو بار کلی بدنهاتون با صابون تازه کنید. این روز الحمدلله که امکانیت با زیادتر است، ما باید زیادتر خداوند اهمیتی نگذاریم که لباسهای ما بویناک باشد، نگذاریم که بدنهای ما بویناک باشد. شما میدونین حتی عبارای فقهی داریم و فی ثیاب البذله، کسی با لباسی که چیرک است، بویناک است، نماز خانه نمازش کراهیت دارد. یکم چیزی را که حضرت گفت دوست میدارم، گفت این خوشبویی است. دوم و نساء، دوست میدارم زن را برادرای عزیز
پیامبر نازنینمان دوست می‌دارند. ولی من قبلا یک برنامه داشتم برای خاطری که همین زندگی زنها را ویران میکنن یا مردکا زنهاشون را احترام نمیکنن. پیامبر بین میگه دوست میدارم زن را. وقتی حضرت پیامبر مون پرسیدن از همه بیشتر کی را دوست میداری برادرها، ولی امروز اگه گویا که ما آر میکنیم و گویا که ما مثال اگه مردکیم و گویا که اگه ما حیبت داریم و غیرت داریم و در پیش یکدیگر این چیزها را گفتن برای ما عیب است. این پیامبر مکتب غیرت و مکتب جسارت و همه این مکتب بگیم رهبر این مکتب ها بود. ولی چی گفت وقتی گفتن از همه بیشتر کی را دوست میداری؟ گفت زن عایشه را دوست میدارم. گفتن حضرت مقصد ما ای مردکا بود. گفت پدری عایشه را دوست میدارم. یعنی وقتی من گویم که زن ما دوست میدارم برادرای عزیز، این معلوم شد که پیروی از پیامبرم هست که بسیاری، ولی من در برنامه پیشتر قید کردم، بسیاری از خانواده های ما را نمیفارد که من گویم که زن ما دوست میدارم یا میترسم که اگر در پیش کلانتران بگم که من زن ما دوست میدارم، حالا که پیامبر بین از هیچ کس نترسید. چیزی که مسئول بود گفت که من عایشه را دوست میدارم. دویم چیزی که برادر عزیز و گرامی پیامبر گفت من دوست میدارم این زن است. زنهاتون برادر عزیز دوست بدارید، زنهاتون برادر عزیز احترام کنید، زیرا پیامبر دوست می‌داشت، پیامبر احترام می‌کرد. سیوم و جعلت قرة عین فی الصلاة. دیگه چی بود؟ سیوم چیزی که دوست می‌دارم همیشه گوهرک چشمم فدای نماز. برادر عزیز، یعنی همیشه در داخل نماز ایستادن، دستکام بندم، بین طریق خشوع و تضرع در پیشگاه خالقم گذارم و الله مهربان و عبادت کنم، در پیشکش راست ایستم، الله مهربان و تعریف کنم، رکوع کنم، سجده کنم. حتی میگه گوهری چشمم، نور چشمم فدای نماز باد. سه چیز را حضرت در بین اصحابش گفت دوست می‌دارم، فراموش نکنید. یکی خوشبویی، پاکیزگی، تازگی. دو، دوست می‌دارم خانوم دوست می‌دارم، زن دوست می‌دارم، اصلا مادر دوست می‌دارم، زن دوست می‌دارم. نه به خاطر شهوت چرانی، بلکه به خاطر که اینها بگیم یک نقش مهمی در جامعه ما دارند. سه، دوست می‌دارم که همیشه پایبند نماز باشم، همیشه در پیشگاه خالقم آفریدگارم دستان بستگی و او را اطاعت عبادت کنم. پس معلوم شد که سه چیزی را که حضرت دوست داشت ما هم دوست بداریم. بعد از آن پیامبر پرسید از ابوبکر، ابوبکر تو چی را دوست می‌داری؟ جناب ابوبکر چی گفت؟ برادر عزیز، جناب ابوبکر گفتن حبب الی من الدنیا ثلاث. حضرت گفتن چگونه ای که شما سه چیز را دوست داشتین، منم سه چیز را دوست می‌دارم. یک، النظر الی وجه رسول الله. دو، و انفاق مالی علی رسول الله. سه، و ان یکون ابنتی تحت رسول الله. برادر عزیز، ابوبکر صدیق ببینید، آخه صدیق بود. این حقیقتا بهترینی بنده خدا بعد رسول الله که عقیده ما و شما اهل سنت امین است، این ابوبکر صدیق است. این حقیقتا صدیق بود، حقیقتا این یاری غار بود، حقیقتا این محبوبیت داشت. ببین حضرت چی میگن؟ حضرت چی را دوست می‌داری؟ یکم، میخوام همیشه در یکم چهره زیبای طرف تماشا کنم. یعنی هیچگاه نمیخوام که چشم از نگاه نظری تو کندگی باشد. دوست می‌دارم که در چهره زیبای تو نگاه کنم. دوم، دوست می‌دارم که هرچی از مالی که جمع کردم و پسنداز دارم برای نصرت دین تو ای پیامبر گرامی همشه فدای جان تو کنم، همشه فدای دین تو کنم. سه، دوست می‌دارم که دختری من عایشه در نکاح تو باشد. برادر عزیز، به هر سه آنچه که دوست می‌داشت ابوبکر صدیق موفق شدن. خوش به حالشون برادر عزیز، چه محبوبیت داشتن، چقدر جان فدایی داشتن، چه بنده های خوشبختی بودن که
حیاتشون با پیامبر گرامی سپری کردن. خسر پیامبر ببینید، پیامبر نازنین دخترشه ابوبکر صدیق دختر ابوبکر صدیق عایشه را دوست می داشتن. ببینید پیامبر عایشه را دوست می داره. امروز ما برادرای عزیز خلاف راه پیامبر رفتیم. ولی بسیاریان یک زن میگه مرا زنگ زد گفت همین مردکم فقط میگه که زن دویم سوم گرفتن سنت پیامبر ای. من بر او گفتم احترامی من سنت پیامبر نیست؟ آیا مقصد تامین خانواده تا خوب کردن سنت پیامبر نیست؟ آیا با زبان شیرین قدیما صحبت کردن سنت پیامبر نیست؟ آیا پدر و مادر مرا یک همچون به حیث مهمان فیرات کنی در خانه احترام شو کنی این سنت پیامبر نیست؟ فقط همین زن دویم سنت پیامبره. گفتم آفرین به شما، آفرین به همین زنهایی که باسوادن، زنهایی که مقصد دانش دارین، خواندگی، تعلیم دارین، آفرین به شما. این گپی شما گفتم بنیایت گپی بلند است، بنیایت گپی بلند است. ولی من در بسیاری از موضوع میگم که وقتی ما دعوا میکنیم سنت پیامبر میگیم، محبوبیت ما به سوی پیامبر مثال دویم زم میکنیم که ما پیامبر ای جان مونده دوست میداریم، میدونیم که پیامبر چی در زندگی با عایشه چه خیل بود. ببین ما یک اندکش از کتاب احیاء العلوم امام غزالی میگه که پیامبر میگه صلی الله علیه و سلم هرگاهی که طعام خوردن میشید عایشه را دعوت میکرد، به عایشه طعام نمیخورد. وقتی لبی در سرخوان می نشست حتما در کنارش عایشه را میشینم. شما کردارای حضرت با کردارای خودتون موافق کنید. سه میگه وقتی عایشه یگان استخوان میگرفت میخواید گوشتاش در زمین میموند، پیامبرمون همون را میگرفت دوام میداد. عایشه مادرمون میگه پاش حضرت دراز میکرد و سرش میگه در پیش بر من میماند و خواب میکرد. این بود زندگی پیامبر نازنین با عایشه. این برادرای عزیز این معنای چیه؟ این کارهای پیامبر همش به خاطر هوا و حواسش نبود. قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. چیزی که پیامبر کرد همش از آسمان از نزد الله مهربان فرمایش میشد. برای همین سه چیزم ابوبکر صدیق دوست داشتن. ما با میگردیم تکرار، پیامبر خوشبویی را دوست می‌داشتن، زنشان را دوست می‌داشتن، نماز را دوست می‌داشتن. از ابوبکر پرسیدن تو چی را دوست می‌داری؟ گفت یک همیشه در جمال زیبای تو نگاه کردن، دو مال ما برای نصرت دین تو صرف کردن، سه دخترم عایشه در نکاحت باشد. بعد از آن با عمر مراجعه کردن، عمر تو چی را دوست می‌داری؟ حضرت عمر چی گفتن؟ خب گفتن راست گفتی ای پیامبر نازنین آن چیز شما دوست می‌داشت و راست گفتی برادرم ابوبکر صدیق. منم گفتن از این دنیا حب به الی من الدنیا ثلاث، منم سه چیز را دوست می‌دارم. یک الامر بالمعروف، دو و نهی عن المنکر، سه و ثوب الخلیق. برادرای عزیز حضرت عمر چی را دوست می‌داشتن؟ یکم امر به معروف را دوست می‌دارم، یعنی در کجایی که نشینم میخواهم که مردم به سوی نیکی دعوت کنم. امر معروف یعنی به نیکی دعوت کردن. امر معروف، دو نهی منکر. دویم چیزی که دوست می‌دارم از آن چیزی که خدا بندگان شما کرده است میخواهم به گوش بندگان خدا رسانم که خالق شما رازق شما همین کاری که تو کردی همین را من کردگی است. سه پوشیدن لباس هایی که بسیار عادی هستند، خاکسارانه هستند. دوست می‌دارم که لباسم از همین باشد. خدای مهربان از جناب عمرم راضی باشد. عمرم برادرای عزیز در بین چهاریار پیامبر بسیار خدمت‌های عالی کردگی‌اند، بسیار خدمت‌های کلانی را انجام دادگی‌اند. در دوام قریبمون 10 سال بیشتر خلافتش بی‌نهایت این شکست ایمپریاهای بزرگ چه ایمپریای فارس و ایمپریای روم همه به دست حضرت عمر شد. چقدر آبادی ها، چقدر پیشروی ها، چقدر عدالت در بین مردم همه از برکات حضرت عمر بود. برادران عزیز حضرت دوست داشتن چرا؟ امر معروف، نهی منکر و پوشیدن لباسی خاکسارانه و لباس های بگیم
چشم ناگیر. بعد از آن حضرت رو به سوی حضرت عثمان آوردن. عثمان تو چی را دوست می‌داری؟ حضرت عثمان چی گفتن؟ گفتن دوست می‌دارم حبی به الی من دنیاست. منم سه چیز را دوست می‌دارم: اشباع الجیعان و کسوت العریان و تلاوت القرآن. حضرت عثمان که مردکی غنی بود، مردکی ثروتمند بود، مردکی مالدار که بود، برادر عزیز ببین چی گفت؟ دوست می‌دارم که در کجا یک گرسنه باشد میخواهم که شکمش سیر کنم. دو، در کجا یک آدمی بی لباس باشد لباسش پوشانم. سه، همیشه میخواهم که قرآن تلاوت کنم. این جمع آوری قرآن هم در دوره حضرت عثمان شد. قرآن به یک کتاب مکمل تبدیل یافت و در بالای قرآن هم گویم کشته شد. چگونه که پیامبر نازنین گفت که تو بر آیت فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم در همین آیت میرسی تو را به قتل میرسانند. همچنان هم حالا میگه دمو قرآن عثمانی که الله داناست در لنینگراد است یا در تشکند است، میگه در بالای همون آیت خون حضرت عثمان ریختگی است. حضرت عثمان بسیار عاشق قرآن بودن، هم کتابش کرد و هم همیشه تلاوتش میکرد. گفت سه چیز را دوست میدارم: گرسنه ها را شکمشون سیر کنم، نفرهای بی لباس را لباس پوشانم و سه، همیشه قرآن بخوانم. برادرای عزیز، وقتی من در ابتدا گفتم سنت رسول الله را باید ما دوست بداریم، سنت های چاریارش هم باید دوست بداریم. پیامبر و عز و علیها بنواجیز گفته است سنت های چاریاری من را به دندان هاتون بدارید. یعنی همیشه با سنت های چاریاری من باشید. خوش به حال ثروتمندای ما که بین پیروی ای حضرت عثمان میکنند. برادرها باور کنین در زمانی که حضرت عثمان حیات بود، میگه یکی اگر در یک معرکه یک نفری را میپرسیدن میگفتن زن داری؟ میگفت نه ندارم. برای چی نداری؟ یک کم ترک امکانیتم نیست. میگه مردم حیران میشید. میگفت چی عثمان در کجا است که این مردک بیزن گشته سای؟ الکه برادرای عزیز، عثمان از زمره نفرهای شید که حتی یک نفر اگر بی لباس میمون میگفتن چی عثمان درک نداره. اگر یک نفر بی خراکه میمون میگو عثمان درک نداره. ای کاش برادرای عزیز شما هم در همون محله های خودتان، در منطقه های خودتان ای زمره کسانشین که تمام گرسنه ها، تمام بی لباس ها همیشه و همیشه در حق شما دعاگو باشند و شما از حال اونها همیشه خبرگیری کنید. من اینجا یک قصه به یادم آمد. میگذارم سخن حضرت علی ده که علی چی را دوست می‌داشت. میگه یک نفر در یک همسایه‌اش تق تق کرد. همسایه برآمد گفت برادر عزیز احتیاجی به 100 سامانی دارم. میگن آمد و 100 سامان برده در دست همسایه داد و گشته آمد و نزد آیلش نزد خانومش گریه کرد. زنش گفت خی گفت همون نداری و چرا مقصد میبراری میتی؟ اینا که دادیش بعد گریه را میگیری؟ یا مقصد خی همین قهینر داری چرا مقصد پولش میتی آخی؟ گریه نکن مقصد. گفته زنه من برای آن گریه نمیکنم که من او را 100 سامان دادم. من برای آن گریه میکنم که من از حال او آگاه نشده، او باید به خانه مرا ناآمده باید من کاری او را بود میکردم. من از حال او باید درکدار میشدم. اینجا گریه من بر اون است که من از حال او آگاهی پیدا نکردم و او خود خسته برای مراجعت پیش من آمد. بگذار برادرای ثروتمند، خدای مهربان شما را مال داده است. شما تید وقتی که میبرین این امکانیت هم ولی مال عثمان زیاد شویش این حساب بود که میداد ایسا الله میدادش. زیرا خدا خودش گفته است انفق ینفق بتمتمت. حضرت عثمان هم این سه چیز را دوست میداشت. و حضرت علی مراجعت کرد گفت علی تو چی را دوست میداری؟ حضرت علی چی گفتن؟ گفتن حبی به الی من دنیا سلاس. مثل همین برادران من هم سه چیز را دوست میدارم. یکم الخدمت للضیف و صوم فی الصیف و ضرب بالسیف. حضرت علی برادرای عزیز داماد پیامبر نازنین ما، شوهر حضرت فاطمه، پدر امام حسن امام حسین. حضرت چی میگه؟ میگه یکم دوست میدارم که اگر یک مهمان خانم بیا برای مهمان خدمت کنم. ببین برای مهمان خدمت کنم. دو، روزه بدارم در تابستان، زیرا که در تابستان روزه داشتن مشکله.
روزه بدارم در تابستان. 3 شمشیرش میگه گرفته گفت با این شمشیر گفت کار آن دشمنهایی که بر دینی تو دشمنی میکنن، به شریعتی تو دشمنی میکنن، کار اونها را به این کاردم به انجام برسانم. حضرت هم 3 چیز دوست داشتن. بعد برادران عزیز، بعد از آن میگه جناب ابن حجر اسقلانی میگه فبینهما فی ذلک اذ جاء جبرائیل علیه السلام. میگه همین زمان وقتی صحبت های ناکی بود چید، آنچه از دوستداریاشون که داشتن، همین زمان میگه بود که جبرائیل نازل شد. و قال، بعد جبرائیل به پیامبرمون چی گفت؟ ارسلنی، گفت الله تبارک و تعالی لما سمع مقالتكم و امرك ان تسألنی عما احب ان كنت من اهل دنیا. بعد گفت الله مهربان مرا روان کرد ای محمد و از آنچه که در اینجا شما گفتین، خب همه اینها گوش کرده شید و خدای مهربان امر کرد که بر محمد بگو که اگر جبرائیل از مردم اهل دنیا میشید چرا دوست می‌داشت؟ پیامبر ما گفتش جبرائیل برادر، اگر تو اهل دنیا میشدی تو چرا دوست می‌داشتی؟ جبرائیل چی گفت؟ فقال ما تحب ان كنت من اهل دنیا؟ فقال ارشاد الضالین و موانست الغرباء القانتین و معاونت اهل العیال المعسرین. حضرت جبرائیل گفت اگر من از اهل دنیا میشیدم 3 چیز منم دوست می‌داشتم. یکم کجای در یک آدمی گمراه هست، کجای در یک آدمی بیخبر است، کجای در یک آدمی که مقصد کی بودن و چی بودن خودش نمیداند، بهر چی آمده است، باید چیکار کند. یعنی یک آدمی گمراه میخواهم که در هدایت او واسطه شوم، در هدایت او سبب شوم. 1. 2 در کجایی که یک آدمی پای با عبادت است ولی غریب است، میخواهم که همراه اونها باشم. 3 و دوست می‌دارم در کجایی که یک آدمی بیچاره و کمبغل و ناتوان است، از مال و از داراییم اونها را کمک کنم. اینها را جبرائیل دوست داشتن. بعد از آن و قال جبرائیل علیه السلام یحب رب العزة جل جلاله من عباده ثلاث خصال. گفت خدای مهربان 3 عمل از بندگانش دوست می‌دارد. 3 عمل از بندگانش دوست می‌دارد. 1 نگاه داشتن امانت. یعنی یک آدمی از سخن پیشت امانت میماند، مال و ملکش امانت میماند، امانت را خیانت نکردن، الله این خصلت از بندهاش دوست می‌داشت. 2 والبکا عند الندامه. 2 گریه را وقتی که در کرداراش پشیمان میشه و پیش خداوند گریه میکنه، همین گریه را هم الله دوست می‌داشت. 3 و صبر عند الفاقه. 3 وقتی که شما در حالت تنگ دستی میزنید، در حالت مشکلات میزنید و صبر میکنید، این حالت چی هست؟ این حالت هم خداوند این گویم عمل ما را، این کردار ما را که صبر هست دوست می‌داشت است. در یک روایت دیگر دیدم برادرها، اینجا صحبت من تمام می‌شود. در یک روایت دیگر دیدم که ابوذر غفاری هم در همونجا بود است. پیامبر از ابوذر هم پرسیدن ابوذر تو چی را دوست می‌داری؟ ابوذر چی گفت؟ گفتن که 3 چیز را، الجوع و المرض و الموت. دوست می‌دارم گرسنه باشم، دوست می‌دارم بیمار باشم، دوست می‌دارم که در قید همین حیات نباشم. پیامبر گفت که ابوذر برای چی گفت؟ یعنی این چیزایی را که تو دوست می‌داری، بسیاری از بندگان خدا میگه خدایا پناه طلب میکنیم از گرسنگی، از بیماری، از مقصد مردن، تو چرا اینها را دوست می‌داری؟ برادرها، ابوذر غفاری چی گفت؟ گفتن لیوریخ قلبی و لیخف ذنبی لألقی ربی. گفتن 1 این است که وقتی که آدم گرسنه ماند قلبش بسیار ملایم می شود. انسان وقتی بیمار شید خدا با طفیل بیماری گناهاش را می بخشد و وقتی که از دنیا را پدرود گفت با پروردگارش ملاقات می شود. خدای مهربان، این صحبتی را که من داشتم که یک صحنه بود برادر عزیز، یک لحظه که نشسته که
تا جبرائیل آمده در اینجا اشتراک کردن. خدای مهربان بعد شنیدن این صحبت ها و این محبوبیتی که پیامبر نازنین من داشت، اصحاب او داشت، خدایا توفیقی پایبند شدن نصیب مکن. خدای ما را از زمره کسانی بگردان که آنچه که اینها دوست داشتن ما هم دوست بداریم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين.